سلام دوستان عزیز، شما بیننده چنل یوتیوب دریچه شهر هستید. خوش آمدید به یک برنامه دیگر. ما امروز در سرک 20 متره شهدای معارف هستیم. البته سرک 20 متره شهدای معارف مقابل این سرک است. این سرک از جاده شهید مزاری، جاده عمومی دشت برچی امتداد پیدا کرده الی شهرک حاجی نبی و قسمی که میبینید تکمیل نشده. یک قسمتی از این سرک پخته کاری شده است ولی قسمت های زیادی این سرک تکمیل نشده و کارش نصفه مانده، ولی سرک بسیار بزرگ با اهمیت و وسیع می باشد. این سرک طولی نسبتا زیاد داره و عرضش هم خیلی سرک وسیع است، عرضش هم زیاد هست. دارای پیاده روی وسیع، دارای جایهای برای آبریزش ها و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار دوستان عزیز. برای ساخت این سرک خانه های زیادی قربانی شده، ساختمان های زیادی به خاک یکسان شده و تخریب شده، چون سرک اهمیت بالاتر نسبت به خانه های مسکونی داره. قسمی که در تصویر هم میبینید از اینجا موتورهای باربری بزرگی عبور میکنه، چون سرک خیلی وسیع هست و امیدوار هستیم که به زودترین فرصت سرک مورد بهره برداری وسیع‌تر قرار بگیره، تکمیل شود انشاءالله. در وسط این سرک قسمی که شما میبینید خامه است، رنگاندازی شده ولی پخته کاری نشده. احتمالاً که برای ساخت گلدان و ساحه سبز اینجا رو در نظر گرفته. ساختمان های وسیعی که در اینجا تخریب شده به ارزش میلیون ها افغانی بوده. تعداد ساختمان هم خیلی زیاد بوده، شاید 100 خانه یا 200 خانه اینجا تخریب شده و البته از یک نگاه بعضی از مردم بسیار متضرر شدن، ولی باید بعضی مردم قربانی شود تا یک رفاه عمومی و رفاه عامه به وجود بیاید. عزیزان بیننده، قسمی که میبینید ما از سرک 20 متره سرک عمومی دشت برچی قدم زده به این نقطه رسیدیم. اینجا ساحه قلعه قاضی میباشد. قسمی که در تصویر میبینید بعضی از بناهای قدیمی در اینجا باقی مانده و باغ‌های زراعتی و دشت‌های زراعتی تا فعلا اینجا باقی است. این ساحه را ساحه قلعه قاضی میگه که خیلی معروف بوده و در سابق و تاریخ از اهمیت بالای برخوردار بوده. اینجا بناهای تاریخی و بناهای قدیمی زیادی مانده تا فعلا. و این سرک از ساحه قلعه قاضی گذشته و به سمت کوی قریق ادامه دارد. در چند قدمی پیشوی من نیز مکتبی قلعه قاضی هست که به نام امی محل به نام قلعه قاضی این مکتب تأسیس شده. با ما همراه باشید دوستان عزیز، با لایک و کامنت از چینل ما حمایت کنید. این سرک نسبتاً خلوت هست و عبور و مرور آنقدر از این سرک زیاد فعلا صورت نمیگیره. شاید در آینده ها عبور و مرور زیادتر شود. اینجا بعضی از موتورسیکل سواران و بایسکل سواران برای ورزش میاین فعلا و از سرک جدید لذت میبرن. این سرک از جاده بزرگ شهید مزاری امتداد یافته الی قلعه قاضی و از قلعه قاضی گذشته الی شهرک حاجی نبی و شهرک حاجی نبی که یک جاده بزرگ داره و منظم است، به اونجا این سرک متصل شده و انشالله که تا زمستان سرک تکمیل و شوه پیاده روها
سنگکاری شوه و گلدان های وسط ساخته شوه انشالله که آبادی و آرامی کشور را بیننده باشیم. ما کم کم نزدیک میشیم به سرک عمومی دشت برچی و یک قسمی که در تصویر میبینید یک سرک یک مقدار کج خوردگی داره و منحرف شده به دلیل مسجد هست، چون مسجد در مسیر نقشه بوده، از خاطر سرک را یک مقدار منحرف کردن، چون مسجد تخریب می شده و بازم سرک بسیار وسیع و بزرگ است، هیچ در سرک هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. میتونه که از خانه های مسکونی برای سرک استفاده بکند. مسجد هم به نام مسجد رسول اعظم هست. شما بیننده چنل یوتیوب دریچه شهر هستین، با لایک و کامنت تان از ما حمایت کنید. دوستان عزیز، از ساختمان های اطراف معلوم میشه و مشخص میشه که در مسیر این سرک چقدر ساختمان های بلندی بوده و همه اینا خاطر ساخت سرک تخریب شدن و با وجود این همه مردم خیلی خوشحال است از ساخت سرک و در مجموع سرک های زیادی در کابل در حالی ساختن و پخته‌کاری است و مردم از اینا بسیار استقبال میکند، چون کابل یک شهر پر از وسایل نقلیه و پر از جمعیت است، شهر بسیار پرنفوذی است. از این خاطر نیاز به جاده های وسیع و منظم است، چون در شرایط اضطراری نیاز میشه که به یک مکانی سریعتر برسیم و یک اتفاقی که صد خود نقصه میفته باید سریعتر به اونجا رسیدگی شود. از قبیل اطفائیه و آتش نشانی، بعضی از مرزی های عاجل. از این لحاظ دیگه سرک خیلی اهمیت زیاد داره. ما تقریبا به سرک عمومی دشت برچی رسیدیم. در مقابل این سرک یک سرکی به نام سرک 20 متره معروف است و اصلی نامگذاری شده به نام سرک شهدای معارف نامگذاری شده، ولی به اندازه این سرک وسیع و عریض نیست. یعنی این سرک ارزش نسبت به اون زیادتر و پیاده رویش هم وسیع‌تر و عریض‌تر هست. اون سرک ساخته شد و خیلی سهولت را به وجود آورده و تجارت در اون سرک در دکان ها و مارکت های کنار جاده جریان داره. این سرک ها باعث رونق کسب و کار میشه در کنارهای سرک و سهولت خیلی خوب را به مردم ایجاد میکنه. انشالله که بیننده تصاویری از چنل یوتیوبی دریچه شهر باشید و دنبال کننده ما باشید. ما نیز تصاویر را برای شما نشر میکنیم، انشالله که لذت ببرید. قسمی که در تصویر میبینید در اینجا 4 تریلی در حال عبور هسته. فکر کنم مسیر بسته است و اینا تا به حال اینجا عبور نکرده. و اینجا خب به شکل تکمیل
بازسازی نشده این سرک. از اون خاطر ترافیک فعلا به وجود آمده از خاطر عبور این کانتینرهای باری و فعلا اینا منتظر هستن که راه آزاد شد و اینا عبور بکنن. دوستان عزیز، قسمی که در ویدیو قبلی به شما گفتم که مقابل سرکی که برای شما تصویرش نشان دادم، یعنی سرک شهدای معروف یا 20 متره هست و خیلی وقته که ساخته شده. مردم مصروف کار زندگی خود هستن، مصروف لاین موتر دارن، دیگر رکشا دارن، دکاکین و دستفروشان اینجا مصروف کار خود هستند دیگه. دوستان عزیز، این سرک بسیار زیبا ساخته شده، دارای گلدان ها برای سرسبزی هست و دارای سرک وسیع هست. گلدان وسط سرک همچنان اینجا هست و سرک بسیار زیبا هست که بسیار از هموطنان از این خیلی خوشحال شدن و استقبال میکنن. قسمی که برای شما گفتم، این سرک نسبت به سرک مقابلش که تا به حال تکمیل نشده آنقدر وسیع نیست و شاید هم وسیع باشد، ولی چون جمعیت و موترها زیاد هست از اون خاطر یک قسم کم عرض به نظر میرسه و زیبایی های زیاد دارد. جنب و جوش و تجارت در این جاده بسیار جریان دارد، از دست فروشان گرفته دکاکین و موتروانا، لاین های رکشا اینجا فعالیت دارد و تعداد زیادی از هموطنان از این طریق رزق حلال به دست میارن.